بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. و عرض سلام و احترام به کل برادران اسلامی، علی خصوص همدیاران عزیز هر جا که باشند، خصوصا برادران مهاجر و مسافر که در سفر کاری و در سفر طاعت و عبادت قرار دارند. برای ایشان این ایام مبارک، ماه مبارک رمضان که در این دهه اول آن دهه رحمت قرار داریم، از عمق جان تبریک و تهنیت می‌گویم و از پروردگار برای ایشان توفیق طاعت و عبادت، توفیق روزه داشتن و قیام لیل، توفیق از برکات این ماه با نصیب داشتن مسئلت دارم. خداوند همه ما را مشمول رحمت و مغفرت و آزادی از آتش دوزخ خود بگرداند و پروردگار از شفاعت قرآن و رمضان همه ما و گذشتگان ما را با نصیب و برخوردار بفرماید. آمین. خداوند نعمت‌های زیادی به بندگانش ارزانی فرموده است که از حد و از شمار بیرون است. استعیذ بالله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. لکن باید دانست که نعمت فقط نعمت مادی نمی شود، فقط نعمت جسمانی نمی شود، نعمت می شود نعمت معنوی، نعمت روحی. ماه مبارک رمضان با فضایلی که دارد، با نزول قرآن که دارد، با قیام لیل و روزه‌ای که دارد، از جمله نعمت‌های معنوی و روحانی است. خیلی نعمت بزرگ است. حالا بسیاری مردم قدر این نعمت نمی‌دانند، خیال می‌کنند نعمت خلاصه می‌شود در خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها و اون وسایل راحتی که از او استفاده می‌کنند در همین است. ولی بالاترین نعمت برای انسانی که ایمان به خدا دارد، برای انسانی که اعتقاد به آخرت دارد، این نعمت‌های معنوی و روحانی است که از جانب پروردگار و بندگانش ارزانی شده است. علل خصوص ماه مبارک رمضان سرشاری از چنین نعمت هاست، خصوصا ارمغانی که خداوند در این ماه به بندگانش کرده است. قرآن عظیم و شان بهترین نعمت برای هدایت ما، برای سعادت ما، برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت. باید قدر این نعمت را بدانیم و قدر شناسی از این نعمت الهی بکنیم. و برادران مهاجر و مسافر که در غربت هستند، توصیه کردنی هستند که باید از این ماه، از لحظه هاش، از دقیقه هاش، از ساعت ها و مثلا شب و روزهاش استفاده برید. این ماه توش برداری است. خداوند در قرآن عظیم شان می‌فرماید و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. ای بنده ها، برای سفری که در پیش دارید توش برداری کنید و بدانید بهترین توشه در سفر آخرت این تقوا هست، این پرهیزگاری هست. و این تقوا البته چنانه که آیه قرآنی با خودش میگوید یکی از میوه های ماه مبارک رمضان است که خدا در قرآن عظیم شان میفرماید استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا میگه ثمره روزه، میوه روزه، حاصل روزه تقواست. باید در طول این یک ماه اونچنانی که خدا رو نگاه می‌دارید از معصیت کردن، از نافرمانی کردن، از غذا خوردن، از نوشیدن، از حتی همخوابگی با همسر کردن که خدا رو نگاه می‌دارید، جلوی نفستان می‌کشید، بر نفس شهوانی و امارتان غالب می‌شوید. باید همین تقوا را، همین ملکه را، همین حالت را حرکت بکنید که در بعد از رمضان، در ماه‌ها و روزهای بعد از رمضان، در تمام سال و در تمام عمر بر حیات خود حکم فرما بگردانید. در این صورت انشاءالله شما از این رمضان ثمره میگیرید، از این رمضان بهره میگیرید. انشاءالله همون تقوایی که خدا منظور از فرضیت روزه آن است گفته است براتون حاصل میشه. تقوا یعنی چی؟ طاعت الله فی اوامره و نواهیه. تقوا یعنی فرمانبرداری کردن الله جل جلاله در همه امر و نهی‌هاش. هر چی گفته است بکن،
اجرا میکنی، هر چی گفته است نکن، خودداری میکنی، میشوی متقی، میشوی اهل تقوا. مقصود از فرضیت رمضان ان همین حالت، همین صفت برای بنده های مومن حاصل شده باشد. بنابراین برادرای مهاجر، انشاءالله برای شما باز یک بشارت دیگر هست که شما الان در مسافرت هستید، در غربت هستید. شما انشاءالله کسانی هستید که در قرآن عظیم نشان پروردگار حتی شما را قبل از مجاهدای در راه خدا ذکر میکند. استعیذ بالله و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. صدق الله العظیم. خدا میگه یه عده بنده های خوب من کسانی هستند که یضربون فی الارض ای یسافرون فی الارض، در روی زمین مسافرت میکنن. برای چی؟ نه برای عیاشی، نه برای سیاحت، نه برای فسق و فجور، نه برای معصیت و گناه. مسافرت برای چی است؟ یبتغون من فضل الله من رزق الله، برای جستجوی رزق روزی و به خاطر تامین کردن نفقه اهل و عیال. اینا رو خداوند حتی مقدم کرده است بر اونهایی که یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا و علیه دشمنای خدا می جنگند. پس شما مهاجرای کاری در پیشگاه پروردگار برابر مجاهدای در راه خدا انشاءالله اجر دارید، پاداش دارید، به شرطی که با یاد خدا باشید، با طاعت خدا باشید، با تقوا باشید، با تقوایی که الان ذکر کردم. در این صورت این سفر شما سفر عبادت است، سفر طاعت است. هر لحظه عمر شما انشاءالله در پیش خدا اجر دارد، ثواب دارد. زحمتی که میکشید، مشقتی که میکشید، خاری هایی که میبینید، انشاءالله اینا همش در پیشگاه خدا برای اینها اجر و ثواب براتون داده میشود، ذخیره میشود و انشاءالله با خداوند براتون انشاءالله این زحمتاتون رزق فراوان نصیبتون میگرداند. انشاءالله امیدوار هستم که خداوند این ماه شریف تا آخر برای هممون، از آن جمله برای شما برادران مهاجر، ماه پربرکت، ماه رحمت و مغفرت، ماه آزادی از آتش دوزخ، ماه صیام و قیام لیل بگرداند و خداوند برامون با عمر عطا فرماید که رمضان‌های آینده را خدا با نصیب گرداند، نکند که این رمضان آخرین عمرمان رمضان عمرمان باشد. اگر خدا نکرد این رمضان آخرین رمضان عمرمان باشد، خداوند ما را از رحمت و مغفرت فضایل این ما با نصیب گرداند، از جمله بنده های آزاد شده از آتش دوزخ بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.